نابی تعدالی بیتا کده نابی بیتا کشتن صلاح الدین ایوبی اگر عمل بوار نتواتی برای خودنید بینین گلک خالد گرینگت هبوی که پرا پیدا به بوار نتواتی و اگر بوار سرکرداتی و میجویی برای خودنید اف کسا براستی سرکرده که مزم بود بس سردمه که صلاح الدین ایوبی کار دکت ام بشن میجو یان دیرو که بخینینه و من براستی زانیاری نگلکم بس از به حقیقت ناسم ببورن نظانم اول بومن هات صلاح الدین ایوبی دما صلاح الدین ایوبی دیار مثلا انتواتیان پیرو کردنا فکر ناشنالیزمی نگلکا پیز بوه فکر اولی دینداری گلکا پیز بوه ان بینین سلیبیت هبوی و اروسا اسلام ندشی سلیبیا کار خود که تو فکر نتواتی لنام همه نتوا داواستی بیگ نه تنها نتوا کرد بلکم لنام نتوا ترک و فارس و گلک نتوید که لبن قلم رو یان بند سلاتا اسلام دابونه مهم از بجم از و کردک اگر عرب یان اگر دیروگ ابیب سلمینی که صلاح الدین ایوبی کابرا که کرد با ام همو وقت بیشانازی به هبون و کسی بکن دو درباره اف یوسف نظانم چه ملائکه عقل سقط ملائکه رسوا و هویدارم خودی مزن اف کسی رسوا بکرد که دهید ببر پرسیاری فتوایی که داد برانبر به خلقانه که یه خباتت کن بو دست اینانا مسئله یان آرشکا یان کشکا نتوادی از بخواه که سپیندار لسطا 80 دیجی فکر و ایدولوژی یان او سیاستا که پککه پیروت کردمه بس هیچ کاتک ویل سرخو قبول ناکم دشمنان ملت کرد یان چند ملایت مشک سقط بین دشی پککه خینوان حلال بکن بر به آرشه که هبوید نابجواک آمده که براستی هزاران ساله یان ستین ساله ملت کرد پی بد صوتید و دو ایدولوژی دو فکرت هبوی که براستی دشمنان ملت کرد یه شیعی ابدو ایدولوژیان ابدو فکرانه بو لاوات کردنا هزران تواتی بو دیر خسنا ملت کرد لحقیقتا سربخویان اجتماعنا خود دیر بخن یک فکر اسلامی بوه که اسلام للایان ترک و فارس و عرب که باشه خاطیب کار اینان بو لاوات کردنا فکران تواتی ناف کردم که واته چون که همش وک ملت کرد ملت که پاشکتی بونه خوان سیستم که پیشکفتی نبونه جیان شارستانی تید ناب کمالگاهان جواکا ما پرنستان دیه دشمنان گل کرد یه چای پریکا چند ملایت نزان نک چند پریکا هزاران ملایت نزان کرد لهدف سرکی که نشتیمان وانه که به سر بخوبید دشت پتر خدمتا دینا خوب کرد اولا خوب کرد یان اگر بندسته کسکی دابید از مخابن نه تنها ملایت عرب و ترک و فارسا کردات ریجن بلکه گلک ملایت کردان که براستی ملایت نزانن و ریکا وان تبی ام دینه کس نزان نهلی ناف جواک اما بمینن چون ملت کریب بندست بید برای من نشد خدمتا اولو دیانتا خوش بکرد چون دشمن دی برنامه بوداند اما یک دو یک وقت فکر ایدولوژیا اسلامی بود دوام فکر که واقع کردی هبو او بویا اگر که اسلام سیاسی چه ببید ناف کردستان دا او ببید بنگه که درنده بو نک تنها دشمناتیا دیانتا اسلاما پیروز بکرد بلکه هم دشمناتیا همه مرو بکید کرد اوش بین اسلام سیاسی فکر و ایدولوژیا چپ فکر و ایدولوژیا کامونیزم که اوش کواته اگر ما برای خوب دنه کامونیزمش که هاتت ناو ملت کرد ها وقت فکر گلک دجاتیا هزرو بیرو بود چونا نتواتی کرد که واته همت بینین دو ایدولوژی ناو چواکی مدابون که ام نشان اف دو ایدولوژیانه
لبرجمندی ها نتواتی ها خوب کار بینین. یک فکر اسلامی، ایدئولوژی اسلامی یا دینداری اولداری، دو فکر و ایدئولوژی چپ گرایی یا کمونیسم ام داخل که زور گرانه و ابروش ام کرد نگشینب او آسته که بشین برجمندی ها نتواتی ها خوب بری همه تشتکی دابنین. بلوه از او کسی که افت وادا رسوا دکم و اگر براستی دیانت اسلام دیانت که خدایی بید، اگر براستی ایمانا خلق مسلمان ایمان بید، اب کابرا بیت رسوال سر آستی جهان و خلق ببینید. بس مخابن با پککه هزاران جار مخابن با پککه که پککه براستی نه تنها سر ملت کرد شواندیه بلکه سر الاندام و کادیر خوش شواندی. اشتا استی نگشتیمه پککه چه پیرو و چه ایدئولوژیکی کرد. آیا پککه پیرو و بیرو بچونکا چپگرایی دیکرد؟ آیا پککه پیرو و بیرو بچونکا نتواتید کرد؟ آیا پککه گریدایی به چی فکره که ایدئولوژیه؟ خباتا پککی بود چیه؟ سردمکی دهید داخاز کردستان سر بخودی کرد ابروتی داخاز تشتکی کمتر لحکم زادید کرد اتنا باردوخ کردستان باکور یا سر آسی هر چهار پارچه کردستانه. کمالی رزدار اسمیندار خودی که بلنگاز برای عزیز براستی یعنی اب حقیقته که به وجدان بعض بیاختید که من هیچ دجاتید گل پککه نینم بس باور که بلنگاز من براستی از هیچ تا حتی اوروتی نگشتیمه پککه پیروا چه پروگرام کرد او جی کمالی تره از باور ناکم و که کندال عفرینی چون اگر کمالی بن رسم او گربویی دل سر و رسم خودن یا پیرو ایدئولوژی آوان بس براستی هندک جارش مروفتی تا به قناعته مهم ابا بله نه رضا اسمیندار از نکو رخنه دکم ابا به خود بیجن خوده نزانم که بلنگازه هجا مهم خیراتنا همه خوشکو براید عزیز بکوچ که کرسانت کم و هر وقتا برای خوی هجا خوشبی خال شکری بروارید کم گله خیراتی از دمی که آزاد کم دیار من گلک درش کرد مهم اوه داخازیا من لکوتایی آخفنت من براسی ارک ملایت کردستان نه ارک ملایت می دیندارن که برسبا اب ملای به اخلاق بدن که فتوال سرخینا هزاران خلکی به گناه داد دیارت نابرزت پککش خلکی هی که نویجت خود که ایمان اب خودی هی ایمان اب دیانت اسلامی هی و هدف و آرمان جو بیرو بچونت و اوه بونه که بچید خبات بکد نشتیمان خورزگار داد و از مخابن بو ملایت نه هشیارت ما مخابن بو جواگا نه هشیارت ما که براستی اب ارکه پیوی سلسل خلک ما یه اولدار ابتایبتی او حزب اسلامی ناف کردستان دا که خو دبن چترا نشتیمانی شاد نه و دو گل خلک کردستان کن بلا ابرو بین بو خلک کردستان اثبات کن که او حزب اسلامی و گرتو اسلامی کمالو اسلامی او دهان حزب اسلامی خطناف جواک آمده کار سیاسی کن بابن اثبات کن که براستی نتوارب ملایه ام وک حزب اسلامی و آخفن قبول ناکن بس اوه تنها یاریه که سیاسیه که براستی خلکانه که به گناه ناپینا و او یاریا سیاسی فیداد بند گرک سپاس بو به درفت خال گبروی رزدار خوشبی میک آزاد تظن كاكي سبيدار بريز وحرمت بوتهنا يعني دفيا يعني نبل قول باكوري كردستان تنيل هر چار پارچت كردستان دفيا ملا بيت رسوا كرن دفيا اف منو بيت رسوا كرن وهمي كس حاشا ريا هوا تفاب دي تفانينا تفتف نينا وسط فاب دي ناف جاويد بي بس گلگ مخابن بو پگاکی حتی ولی بيت افروکلنی و جرگ استانبول قتل پگاکی بيت حلال کرن تيجي هشتي آنه اوه همي شورش و خباث آپویه بس قتل آپوی حلاله بس قتل آپوی بتنی حلاله
يعني يك شخص باكوري كردستان قضية حلالين قربان تيجيش نيان ده مخابن قالك مخابن قالك مخابن حتى سال 2010 بتقرن 21 بيت افروكاشنيكا ملاكي خويري ريبيس بيت اسطنبول قتل قال كرد حلال بكت براستيه بكراساته بس از قرب سر 300 دولة بصربانه ور بكت ناو اسلام تاخذن خود كن اسلام قرب ابا سوره القران ابا برخابدي قرب خام تشتيش برخانه ديشن ابا سوره القران برخابدي قالك مخابن بيجد وإن ندعو بكلا قول العالمين ولا بلون السياسيين وغيرنا يعجلون أتوم فوق أعراضهم وإن يستكرون معنا الأعمال الإرهابية تقرب سنة تبت عبد الله جلال التي يقوم بها ما يسمعه حزب الأعمال الكردستاني ويذهب ضحياته الأبرياء